سینا و هانی، ممنون از اظهار نظرتون. سال پیش در چنین روزی 22 بهمن ماه 1357 پیروزی انقلابی در تاریخ به ثبت رسید که بعدها انقلاب اسلامی نامیده شد. تغییر ساختاری جامعه ایران ناگهان نسل بعد از انقلاب رو در مواجهه با مناسباتی قرار داد که هیچ نقشی در پیدایش اون نداشتند. نسلی که از هیچ کس درخواست نکرده بود و نمیدونست که چرا باید با مشکلاتی به دنیا بیاد که تمام زندگیش رو از روز اول تحت تأثیر قرار بده. این نسل تمام این سالها نه تنها پس لرزه‌های پس از انقلاب رو مجبور بود که تحمل کنه، بلکه فشارهای روانی جنگی 8 ساله، عدم وجود آزادی‌های اجتماعی، تبلیغات گسترده مذهبی و اجبار برای پذیرش آنچه آرمان‌های انقلاب نام گرفت از نمونه مواردی هستند که بر زندگی این نسل تأثیر گذاشت. امشب به همراه دوست عزیزم احمد باطبی، فعال حقوق بشر، گپ کوتاهی داریم درباره تأثیر انقلاب بر نسلی که انقلاب نکرد اما بار سنگین هرج و مرج اجتماعی فرهنگی بعد از انقلاب رو به دوش کشید. احمد خیلی خوش اومدی به برنامه امشب. من میدونم ما وقتمون خیلی کمه، ما همش 10 دقیقه وقت داریم. اینم یه موضوع که میشه در موردش ساعت‌ها صحبت کرد. من میدونم که تو خودت تحصیلات جامعه شناسی است، ولی نمیخوام بحث علمی بکنیم امروز اینجا، چون که من و تو هم یه نسلیم، من و تو هم نسل سوم بعد از انقلاب هستیم. توی یک گزارش سیاوش سعادتیان دیدیم که همش راجع به طرح امنیت اجتماعی صحبت میشد، طرحهایی که هیچ وقت رو جوانها تأثیر نذاشت. 30 سال انقلاب شده، 30 سال جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به جوانها یه ایدئولوژی رو تزریق بکنه، ولی کارساز نیست. به استناد جاهایی که جوانها میتونن نظرات خودشون رو آزادانه بیان بکنن، مثل وبلاگ ها و جاهای دیگه. چرا؟ احمد. درود بر تو کامبیز جان و بیننده عزیز. همونجوری که فرمودید 30 ساله که جمهوری اسلامی طرح‌های مختلف از جمله طرح امنیت اجتماعی که در واقع تزریق یک الگوی خاص پوششی و رفتاری برای جامعه به فرض اسلامی شدن جامعه است. جمهوری اسلامی چیزی رو که مد نظر نداشته و ندارد اینه که هر 10 سال نسل‌ها عوض میشن و این آدم‌ها با فکر جدید هستن، با توقعات جدید و مطالبات اجتماعی، سیاسی و جهانی در واقع که با الگوهای جهانی خیلی سازگارتره. و دلیلش هم اینه که به هر حال ما تو دوره‌ای زندگی می‌کنیم که مرزهای اطلاعاتی برداشته شده. اینترنت هست و هر چقدر هم که محدودیت و فیلترینگ داشته باشه بازم امکان دسترسی به اطلاعات آزاد است. آنتن ماهواره، تبادل اطلاعات اخبار، این خود به خود یک پدیده‌ای رو که حالا به من گفتی بحث علمی نمی‌کنیم ولی یک پدیده علمی وجود داره به نام تطبیق فرهنگ توی مباحث جامعه شناسی. این پدیده در واقع تطبیق فرهنگ رو ایجاد میکنه و خود به خود آدم‌ها مقایسه میکنن، نسل جوان خصوصا نسل جدید که آخرین نسل ماست تطبیق میگه خودش رو با الگوی جهانی و اون چیزی که در واقع دنیا پیروی میکنه و یه چیزی که جلوشون نمیشه گرفت. و به قول تو اگر امکان پیشگیری از این بود مسلما طرح امنیت اجتماعی همون سال اول دهه 60 پاسخ میداد و نیاز نبود که هر سال تکرار بشه و ما نتیجهشو ببینیم. این خیلی جالبه که خیلی چیزها رو در زمانی که ما بزرگ می‌شدیم توی مدارس صبح به صبح ما حتما باید میگفتیم مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل یا مرگ بر دیگر کشورها. آره که واقعا نمیدونستیم که چیه، ولی بعد از اینکه یه ذره سنمون رفت بالاتر فهمیدیم که مرگ بر دیگران و دیگر کشورها لزوما مشکلی رو حل نمیکنه. اساسا چیز خوبی نیست. و راجع به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و امام به ما میگفتن، انقلابی که ما نکردیم واقعا. چرا این ارزش‌ها و آرمان‌ها، ارزش قراره که یه چیز خوبی باشه، میدونی چی میگم، ولی این ارزش‌ها هیچ وقت نتونست که جوان‌ها رو تغییر بده، هیچ وقت نتونست که جوان‌ها رو انقدر تحت تاثیر قرار بده که این مملکت ایران بشه یه جامعه یک پارچه. ولی ما میدونیم که جامعه چند تیکه است که قسمت اعظم جامعه که جوان‌ها هستند مخالف نوع رفتار حکومت با جوان‌ها، زن‌ها و اجتماع هستند. راجع به این ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب میتونی توضیح بدی که چرا این برعکس شده همه چی؟
کامل جان، به نظر من دو تا دلیل داره. یه دلیلش باز یه بحث علمی که من بهش زیاد نمیپردازم. یک در واقع تعریفی توی مباحث جامعه شناسی وجود داره به نام استحاله ارزش‌ها. در دوره‌های تاریخی ارزش‌ها تغییر می‌کنن. یه مثال خیلی ساده می‌زنم که این جزء دروس در واقع دانشگاهی هم هست. یک زمانی در تاریخ پدیده فحشا جزء کارهای مقدس محسوب می‌شد. یک زنی که شغلش این بود میرفت خودش رو وقف در واقع جای معابد و جایی که عبادتگاه بود می‌کرد و به کسایی که به این عبادتگاه خدمت می‌کردن دیواری می‌ساختن یا در واقع خدمتی می‌کردن خدمات جنسی ارائه می‌کرد. این شغل رو هر کسی نمی‌تونست داشته باشه و این جزء شغل مقدس حتی محسوب شد. ولی در طول زمان با پیشرفت بشریت این ارزش‌ها تغییر کرد. من میخوام بگم ارزش‌ها در طول تاریخ با توجه به پیشرفت عقلانی و رفتاری اجتماع و در واقع عقل و خرد جمعی تغییر میکنه. یکی این دلیله. یکی دیگه این که اون ماهیت خود ارزش‌هایی که حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان ارزش اینا رو مطرح کرد. شعار ظاهر خیلی خوبی داره، عدالت اجتماعی و در واقع کمک به مستضعفین. اساسا پدیده عدالت چیز خوبیه، ولی آیا در عمل ما اون رو دیدیم یا نه؟ بحث کاخنشین‌ها و کوخنشین‌ها اصلا شعار انقلاب پایه انقلاب بر همین بود، به خاطر اینکه به هر حال هم مایه چپ داشت که در واقع بخش سوم اجتماع و بخش فقیر اجتماع محسوب میشد و همین که شعارهای انقلاب که پیوند بین نیروهای چپ و انقلابی باعث انقلاب اسلامی باعث انقلاب سال 57 شد. اما تو مرور زمان ما چیز دیگری شاهد بودیم. یعنی اون شعار الان سازمان در واقع بنیاد مستضعفان و جانبازان شما نگاه بکنید، چیزی که تعریفش و ماهیتش اینه که به مستضعفین خدمت بکنه. اما برین تهران نگاه بکنیم، بزرگترین ساختمان‌ها، بهترین در واقع زمین‌های نقاط مختلف شهرها، بهترین ها مال این بنیاد و پولش درآمدش ماهیانه به حساب اینها میره. ولی شما نگاه بکنید چه بخش از اجتماع رو داره پوشش میده. شما نگاه بکنید جانبازایی ما داریم، اخبارش هم میخونیم میبینیم که برای درمان یک بیماری‌های ریوی، بیماری‌های جسمانی که عموما از مواد شیمیایی بود که تو دوره جنگ بود، از تامین داروهاش عاجزن و وقتی مراجعه میکنن به بنیاد مستضعفان و جانبازان عملاً چیزی دریافت نمی‌کنه. حالا اینو شما نگاه بکنید تو حوزه دیگه، خب این مسلماً ارزش چیز خوبیه، ولی در عمل بازده دیگری بود. خب یه چیز دیگه که برای من خیلی جالبه اینه که ما همه زمانی که ایران بودیم دوست داشتیم از ایران بیایم بیرون. اینقدر حالا سرنوشت تو با سرنوشت من یه ذره فرق میکنه. ولی ما یه مسیر اومدیم. یه دانشگاه درس خوندیم، یه رشته درس خوندیم و تو سینما خوندی، من تئاتر خوندم. اولم سینما بود. خیلی ولی مثل هم فکر میکنیم یه جورایی. حالا یه اختلافاتی هم داریم. این اختلافات که خیلی این رفتاری که با ما شد، جوری که بزرگ شدیم تو دهه 60 و 70، به جای اینکه ما رو عصبانی بکنه، قدرت تحمل پذیری ما رو بیشتر کرده. برخلاف نسل گذشته که انقلاب کردن، یعنی انقلاب یه واکنش یه عصبانیت خشونت آمیز بود که کلی آدم کشته شدن ولی ما غیر از 18 تیر که اون هم صرفا دفاع از محدوده دانشجوها بود، یعنی حقوق صنفی دانشجوها بود، اونجوری شروع شد. ما آدمای عصبانی نیستیم، ما قدرت تحمل پذیریمون بیشتر شده، ما میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. برای من خیلی این جالبه که اگه بتونی توضیح بدی که چرا با وجود این که این همه تحت فشار بودیم ولی باز هم میتونیم همدیگر تحمل بکنیم. این گزارش قبلی که سیاوش سعادتیان تهیه کرده بود خیلی جالب بود و این نکات خیلی ریزی درش بود که احتمالاً خودت هم متوجه شدی. ببین کاویز جان، یک زمانی اساساً پدیده انقلاب 57 ایران جزو انقلابات کبیر محسوب میشه طبق تعاریف علمی، به خاطر اینکه درش خونریزی و در واقع خشونت بود و انقلاب یعنی تغییر پایه‌ای و ساختاری یک سیستم مدیریت اجتماعی که درش خشونت وجود داشت جزو انقلاب. و چون که انقلاب کبیر بود، بعد خشونت هم درش بود. کسایی هم که خشونت رو میکردن نسلی بودن که تربیت شده بودن برای این و اون زمان اساساً ادبیات این ادبیات بود. ادبیات جنگ بود، ادبیات سلاح بود، ادبیات در واقع عملیات بالا نظامی بود اینا. ولی به مرور زمان با توجه به پیشرفت جوامع به لحاظ عقلانی و به لحاظ اینکه در واقع مفاهیم دموکراسی رو بیشتر بخوان شفاف بکنن و بشناسن، اینا به هر حال انتقال به نسل ما پیدا میکنه و این از خشونت کاسته میشه و به گفتمان و تعقل گرایی و خیلی مهم اینکه تمرین تحمل مخالف و یاد بگیریم که ببخشیم
و اگر کسی اشتباه بکنه بر مبنای نذاریم که این آدم به هر حال در واقع نیت سوئی بوده که پس باید حذف فیزیکی بشه یا باش خشونت. این تفکر به هر حال چه روش کار شده باشه چه کار نشده باشه برای این نسل تعریف شده و ما دیدیم دو تا دوستی که توی گزارش قبلی با هم صحبت می‌کردن بدون اینکه ذره تنش با هم ایجاد بکنن ولی صحبتشون خیلی قشنگ تموم کردن و خیلی نقاط اشتراک با وجود اون همه اختلاف پیدا کرد. این ویژگی این نسل دلیلش هم پیشرفت عقلانی جامعه بشریه نه لزوما ایران. این فضا رو تو توی اینترنت هم می‌بینی، در فروم ها و جایی که جوونا میرن و با هم دیگه بحث میکنن در شبکه‌های اجتماعی و نسل سوم ایران خیلی امیدوارانه داره به دنیا نگاه میکنه. وقت خیلی کم داریم. من خیلی بحثمون جالب بود، دوست داشتم که بیشتر صحبت بکنیم ولی متاسفانه وقتمون داره تموم میشه کم. امیدوارم که بازم بیای و راجع به این مسائل صحبت کنیم، برای من خیلی جالبه. مرسی احمد جان. شب آهنگ رو تا یه چیزی حدود 36 دقیقه دیگه ادامه خواهیم داد.